سلام اینفینیتیا، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه و امروز به مناسبت برنده شدن جانی دپ توی دادگاه قراره که براتون 10 تا از فیلم‌های جانی دپ رو معرفی کنیم که همتون که نه بیشتریاتون باید دیده باشید این فیلم ها رو، چون که معروف ترین فیلم های جانی دپ هستن. پس بی معطلی بریم و بیایم. اولین فیلمی که از جانی دپ میخوام براتون معرفی بکنم فیلم مجموعه فیلم‌های دزدان دریایی کارائیبه که 5 قسمته و قسمت ششمش سال بعد احتمالا میاد به بازیگری مارگو رابی که خیلی سمه. این فیلم درباره اینه که یعنی این 5 تا قسمت فیلم جک اسپارو، حالا بعد 5 تاشو نمیگم که اسپویل بشه، ولی داستان از اونجا شروع میشه که جک اسپارو توسط خدمه خودش دور زده میشه و اونو از کشتی خودش یعنی مروارید سیاه بیرون میکنن و جک تصمیم میگیره که یه جوری کشتی خودش رو از کاپیتان باربوسا پس بگیره. I hardly believe in ghost stories anymore. Summon the Kraken! Will you marry me? Make it to the fountain. Neither will you. Is that it? مجموعه فیلم‌های فانتاستیک بیتس 1، 2 و 3 که جانی دپ توی قسمت سومش حضور نداره. حالا چرا حضور نداره؟ چون که دقیقاً ساخت این فیلم خود به همون داستان امبر هرد و کتک زدنش و خود به دادگاه و اینا که وارنر دید جانی دپ گناهکار شد منتظر بهونه بود که جانیو بذاره کنار و مد میکلسن رو جایگزینش کنه. حالا دیگه مد میکلسن قسمت سوم بازی کرده و خیلی خوب بازی کرده خدایی. خلاصه داستان فانتاستیک بیتس 1 از این قراره که گریندلوالد از زندان فرار میکنه و برای اینکه به هدف خودش برسه یه سری طرفدار برای خودش جمع میکنه. You underestimate your talents, Mr. Scamander. Their arrogance is a key to our victory. انیمیشن عروس مرده رو دیگه همه دهه 80 و قبلتر از اون دیدن. داستانش هم درباره اینه که ویکتور که صداشو جانی دپ دوبله میکنه میخواد با ویکتوریا ازدواج کنه، ولی خطبهشو توی کلیسا یادش میره بگه، یعنی چند بار یادش میره بگه و در ترس فرار میکنه و میره تو جنگل و خطبهشو اونجا تمرین میکنه و میبینه که یه شاخه از زیر زمین اومده بیرون یا ریشه درخت، فکر کنم ریشه درخت، و همینطوری الکی خطبه رو میخونه و انگشترشو میکنه توی یکی از اون شاخا و بعد معلوم میشه که این شاخه نبوده، دست جنازه عروس مرده‌ای بوده که اونجا بد خاک شده بوده و اینجاست که داستان ویکتور و دنیای مردگان شروع میشه. But in a moment of panic, Victor desperately fled, and by a grave misunderstanding, married the corpse. انیمیشن رنگو. این انیمیشن یه کاراکتر اصلی داره به اسم رنگو که مارمولکه و جانی دپ صدا گذاری کرده. داستان از اونجا شروع میشه که رنگو توی تونگ آکواریوم خودشه و دارن با ماشین میرن یه جایی و ماشین نمیدونم میره یه سنگی دست اندازی چیزی و آکواریوم میفته بیرون و میشکنه و رنگو توی گرما توی صحرا ول میشه و یه آرمادیلو پیداش میکنه و آرمادیلو رنگو رو میبره به یه شهری که تقریبا میشه گفت از اون شهرهای کابویی و اینجور چیزاست که بقیه حشره‌ها هم اونجا. میبرتش اونجا
و رنگو اونجا اسم رنگو رو برای خودش انتخاب میکنه. حالا اسم قبلش رو نمیدونم ولی اسم رنگو رو برای خودش انتخاب میکنه و یه سری داستانای ابرقهرمانی که من شاهین رو کشتم و اینا رو براشون تعریف میکنه و اونا به اسم قهرمانی که اومده نجاتشون بده شناساییش میکنن و تبدیل میشه به رنجر اون شهر. Here in the Mojave Desert, animals have had millions of years to adapt to the harsh environment. But the lizard? ادوارد دستقیچی یکی از بهترین فیلم‌ها توی لیست 250 فیلم برتر IMDb که خیلی فیلم قشنگیه. حتما ببینید. یه داستان عاشقانه طور داره. راجع به اینه که یه مخترعی میاد ادواردو میسازه. همه جای بدن ادوارد سالمه به غیر از دستاش. مخترم میگه که خب حالا من به جای دستاش قیچی میذارم تا بعدش این مشکلشو درست کنم. ولی بعد از این کار یه خورده که میگذره مخترع میمیره و ادوارد میمونه و دستای قیچیش و داستان از اینجا شروع میشه. Joyce, I just saw this strange guy driving with Peg. Did you get a good look at it? Hi! Scissors! Whoa! Like a handshake you got there, Ed. سونیتا یکی دیگه از بهترین ساخته‌های تیم برتونه. خیلی‌ها فکر نکنم دیده باشن این فیلمو، ولی که یه فیلم ترسناک موزیکاله و خیلی خفنه. خیلی‌ها ندیدنش، حتما ببینید، پیشنهاد میکنم. درباره اینه که بنجامین بارکر توسط قاضی شهر تبعید میشه و از خانواده‌اش جدا میشه و بعد از 15 سال برمیگرده به شهر و با اسم مستعار سوینیتاد سعی میکنه که انتقام بگیره. This is the tale of an ordinary man who had everything. Barker, his name was. Benjamin Barker. چارلی و کارخانه شکلات سازی دیگه همه با این فیلم خاطره دارن. یعنی نمیشه که شما این فیلمو اصلا تو شبکه داخلی ایران، ماهواره، هر جا اصلا نمیشه اینو ندیده باشید. اینو همه دیدن، همه هم باهاش حال میکنن. چارلی و کارخانه شکلات سازی دیگه. داستانشو من چرا بگم؟ حالا میگم برای اونایی که نمیدونم چطوری ندیدین، ولی میگم برای اونایی که ندیدن. چارلی و کارخانه شکلات سازی داستان از این قراره که ویلی وونکا یکی از تولید کننده های شکلات عالی توی دنیاست که شکلاتاشو برای سرتاسر جهان میفرسته. وقتی که متوجه میشه داره پیر میشه، سعی میکنه که یه سری بلیط‌های طلایی رو توی شکلات‌ها قایم کنه و توی سرتاسر جهان پخش کنه تا این مسابقه به وجود بیاره تا بچه‌هایی که اون بلیط‌ها رو پیدا کردن با هم مسابقه بدن و کارخونه رو به یکی از اون بچه‌ها بده. Every drop of the river is hot melted chocolate of the finest quality. فیلم رنجر تنها یکی دیگه از اون فیلم‌های جانی دپه که خیلی فکر نکنم دیده باشید، شاید هم دیده باشید، ولی پیشنهاد میکنم که ببینیدش. فیلم رنجر تنها یکی دیگه از فیلم‌های جانی دپه که فکر نکنم دیده باشید، شاید هم دیده باشید، نمیدونم، ولی داستان قشنگی داره. از اونجایی شروع میشه که یه پسر بچه میره توی موزه و کنار یک مجسمه سرخپوست وای میسته و اون سرخپوست زنده میشه و کسی نبوده چون روح جنگجوی تورنتو که میاد برای پسر بچه داستان تغییر شخصیت جان رید از یک فرد مطیع قانون به یک فرد افسانه‌ای رو تعریف میکنه. Why are you talking to that horse? Why am I covered in dirt? I buried you. فیلم دشمن مردم یکی دیگه از فیلم‌های جانی دپ که شاید ندیده باشید ولی خیلی فیلم قشنگیه. کریستین بیل هم کنار جانی دپ بازی میکنه و جانی دپ نقش جانی دلینجر رو بازی میکنه که یکی از خطرناکترین تبهکارهای آمریکاییه که پلیس شهر دنبالشه و میدونه پلیس که اگه جانی دلینجر رو بگیره ضربه خیلی بزرگی به باندای تبهکاری میزنه. جانی دلینجر هم با مردم مهربونه و اینو میدونه که اگه با مردم دوست باشه میتونه کنارشون مخفی بشه و پلیس نتونه پیداش کنه. What is it exactly you do for a living? John Dillinger. Love banks. That's a serious thing to say to a girl you just met. I like baseball, movies, good clothes, fast cars, and you. What else you need to know?
آخرین فیلمی که امروز براتون معرفی میکنیم فیلم آلیس در سرزمین عجایبه که آلیس 10 ساله که نیومده سرزمین عجایب و 19 سال است. وقتی که میفهمه قراره بهش یک پیشنهاد ازدواج داده بشه سریع از اونجا فرار میکنه و دنبال خرگوش میدوه و یهو میاد تو سرزمین عجایب برای بار دوم و میبینه که چقدر اوضاع درب و داغونه اینجا و با کمک دوستاش که یکی از اونها کلاه دوز دیوانه است یا همون جانی دپ خودمون سعی میکنه تا اوضاع رو درست کنه. I am Alice. It's you. You're back. Alice! Alice! The Alice? You're absolutely Alice. I'd know you anywhere. You're all late for tea! خب رفقا این هم بود از ویدیو امروز. امیدوارم که لذت برده باشید. حتما این ویدیو پارت 2 داره و خودتونم میدونید که پارت 2 داره چون جانی دپ به این فیلم ها محدود نمیشه. خیلی فیلم های خفن دیگه ای داره که براتون تو پارت 2ش معرفی میکنیم، نه الان توی پارت دوم. پس حتما این ویدیو رو لایک کنید، کامنت انگلیسی بذارید ساباتون نریزه و سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم بزنید که هر موقع ویدیو میذاریم شما اولین نفری باشید که ویدیوی ما رو میبینید. تا ویدیوهای بعدی، خداحافظ.